سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. امام حسن بصری رحمه الله گفتند برای اهل تقوا نشانه های است که توسط آن شناخته می شوند: راستگویی، وفا به عهدش، صله رحم، مهرورزی و دوستی به افراد ضعیف و ناتوان، دوری از تکبر و خودخواهی، خیرخواهی و خوبی برای دیگران، مردم را تحقیر نمی کند، خوش اخلاق بودن، همیشه راه‌های را می جوید که در آن انسان با خدا نزدیک می شود. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريح.